هفته روان پس از 1.5 ماه بیکاری در تاجیکستان صدها کاشانه حسن، تالار ورزشی، طربخانه‌ها، مرکزهای خدمترسانی و بازارهای فروش لباس دوباره به فعالیت شروع کردند. تنها در شهر دوشنبه 123 سرتراشخانه و 173 کاشانه حسن درهای خود را بر روی مشتریان باز کردند. در پایتخت تاجیکستان موسم شناوری هم شروع شد. صدها نفر استراحتشان را در گل‌ها و اکواپارک‌های پایتخت می‌گذرانند. بازگشت به کار و حیات معمولی در حال جریان دارد که هنوز خطر سرایت‌یابی به کرونا ویروس کم نیست و در تاجیکستان به حساب میانه روز تا 50 نفر به کرونا ویروس گرفتار می‌شوند. اکنون آرایشگاه و فروشگاه‌ها چند شرط و قاعده‌های نوی بهداشتی جاری کرده‌اند. از جمله در بازار کاروان مسئولین حرارت بدن خریداران را می‌سنجند و مشتریان بی‌نقاب را به داخل بازار راه نمی‌دهند. همچنین از خریداران طلب کرده می‌شود 1.5 متر فاصله بگیرند. البته این قاعده را تعداد خیلی کمی خریداران رعایت می‌کنند. همه کوشش دارند زودتر وارد رسته‌های فروش سر و لباس شوند، رسته‌هایی که 1.5 ماه باز بسته بودند. خیلی خرسندم که بازار رو راهوی کردن، خیلی بولی منی بکنم تا ارزان میکنم با خوبتر بشه. پاپشی گرفتیم بستناجی که کشته تاپشا پایین سر فرمان کجام. دوباره به کار شروع کردن بازارها بیش از همه تاجران را خوشحال کرده است. آنها میگویند موقتا از پرداخت انداز آزاد هستند، اما بیکاری در این مدت به آنها ضرری جدی آورد. برخی میگویند بار زیادی را که از خارج کشور وارد کرده بودند اکنون نمیتوانند پره به فروش گذارند. گروه دیگر هم میگویند در این شرایط برای پره به سودا رفتن مال و کالای آنها مجبورند آن را با نرخی نسبتاً ارزان پیشنهاد خریداران کنند.